از وقتی که ویروس کرونا در کشورهای مختلف جهان از جمله هند شایع شد، منبع درآمد جدیدی برای دولت‌ها نیز ایجاد شد. این منبع جدید درآمد همین ماسکی است که ویروس کرونا با خود آورد و آن را اجباری کرد. دولت دهلی در مدت 100 روز گذشته بیش از 25 میلیون روپیه، یعنی حدود 11 میلیارد تومان، از محل جریمه نقض مقررات پیشگیری از شیوع ویروس کرونا تاکنون جمع‌آوری کرده است. استفاده نکردن از ماسک، رعایت نکردن فاصله اجتماعی، آب دهان در معابر ریختن 500 روپیه جریمه دارد و در صورت تکرار 1000 روپیه جریمه می شود. بیش از 25,000 نفر در طول این مدت به علت استفاده نکردن از ماسک صورت جریمه شدند. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی 9.